7 نشونه‌ای که خدا داره راهو برات باز میکنه. این نشونه ها رو نادیده نگیر. وین دایر: اگه این ویدیو رو باز کردی احتمالاً ته دلت یه جمله‌ای هست که نمیتونی به کسی بگی. مدام به خودت میگی خسته شدم، دیگه نمیدونم خدا باهام هست یا تنهام. و دقیقاً همینجاست که وین دایر میگه بزرگترین اشتباه ما اینه که فکر میکنیم وقتی همه چیز داره به هم میریزه یعنی خدا کنار ما نیست، در حالی که خیلی وقتا همونجا داره راهو برامون باز میکنه، فقط به روشی که شاید تو دوستش نداری. یکم برگردیم عقب‌تر. چند تا اتفاق یادت میاد که وقتی که رخ داد فکر میکردی بدبخت شدم، ولی الان که نگاه میکنی میگی خدا رو شکر که اون نشد، چون چیزی شد که خیلی بهتر بود. این ویدیو دقیقاً در مورد همین فاصله است، چیزی که زمان رخ دادنش نمیدونی خدا چه برنامه‌ای داشته. وین دایر میگه خدا با صدای آدما و اتفاقای ساده حرف میزنه، نه با معجزات آنچنانی. مشکل اینه که ماها فقط معجزه میخوایم و نشونه ها رو نمیبینیم. حالا بیا یک بار بدون ادا و اطوار معنوی فقط خیلی واقعی نشونه هایی رو ببینیم که ممکنه همین الان توی زندگیت باشه و تو به چشم بدشانسی داری بهشون نگاه میکنی، در حالی که شاید دقیقاً داره راه رو برات باز میکنه. تصور کن چند وقته یک سری درا پشت سر هم به رود بسته میشه، مصاحبه کاریت به هم میخوره، یه رابطه داشتی که هر چقدر سعی کردی نگهش داری تموم شده، فرصت هایی که یه دفعه از دستت رفته نمیدونی چرا، همش فقط اینو میبینی، دری بسته شد، بدشانسی آوردم. اما کسی نمیپرسه چرا اینقدر محکم بسته شد. یکی از نشونه های عجیبی که وین دایر بهش اشاره میکنه همینه. وقتی خدا میخواد از یک مسیری تو رو در بیاره، اول راحت بودن مصنوعی رو ازت میگیره. تو از بیرون میبینی و میگی این کار رو از دست دادم، اون آدم از زندگیم رفت، این پروژم خراب شد. اما از درون یه جایی توی قلبت یه احساس خیلی ریزی هست که میگه خدا بزرگه، حس میکنم یه چیز بهتر و بزرگتری قرار جاش بیاد. اینجا بلافاصله عقل میاد وسط و میگه تموم شد، خراب شد، بعد جوری باخت دادی. همین کشمکش همون نقطه‌ایه که میتونی بفهمی تو تنها نیستی. یه نشونه عجیب اینه که انگار زندگی شروع میکنه فشار آوردن به تو، نه اون قدری که له بشی، اون قدری که دیگه نتونی به اون زندگی قبلی راضی بمونی. شاید این روزا بیش از قبل عصبی میشی از چیزایی که قبلا تحملشون میکردی، محیط کار، جمع دوستانت، مدل رابطت، همش همون قبلی هاست، اما تو دیگه مثل قبل نمیتونی خودت رو قانع کنی. این اسمش ناسپاسی نیست، خیلی وقتا اسمش اینه که سطح روح تو قوی تر شده، بالا رفته و سطح زندگیت جا مونده. وین دایر یه جمله معروف داره که میگه وقتی که با خدا همسو میشی، چیزایی که با تو همسو نیستن یک به یک شروع میکنن به رفتن و تو در لحظه این رفتنها رو فقط به شکل از دست دادن میبینی. حالا ازت یک سوالی دارم. چند وقت اتفاقاتی میفته که میگی عجیب بود، انگار یه چیزی داشت به هم هشدار میداد. تصادفی فرصت کوچیک میاد که دقیقاً سمت همون مسیریه که تو میخوای. کم کم تعداد این تصادفها بالا میره. اینجاست که به قول کارل یونگ دیگه اسمش تصادف نیست، اسمش میشه همزمانی های معنی دار. وین دایر از همین همزمانی ها به عنوان یکی از واضح ترین نشونه های حضور خدا توی مسیری که باید بری نام میبره. حالا یه لحظه فکر کن چند بار شده یه چیزی رو از ته دلت بخوای و بعدش اتفاقای کوچیک به ظاهر بی ربط شروع کنه دور جمع بشه. یه نفر رو میبینی که دقیقاً همون مشکل رو داشته و حلش کرده. یه اتفاق ریز تو رو مجبور میکنه تصمیمی بگیری که ماها عقبش انداخته بودی. اگه بخوای خیلی منطقی نگاه کنی میگی خب شانس دیگه، یه تصادفه. اما اگه خیلی صادق باشی یه جایی درونت میگه نه، این همه پشت سر هم نمیتونه فقط شانس باشه. اینجا دقیقاً همون جاییه که ویدیو برای تو ساخته شده، برای کسی که همزمان هم شک داره هم ته دلش احساس میکنه یه چیزی داره برام یه کاری میکنه، یه نیرویی، یه دستی پشت پرده است. این نگاه تو رو از قربانی بودن در میاره. دیگه نمیگی چرا این بلا سرم اومده، شروع میکنی بپرسی پشت این اتفاق چی قایم شده، چه دری داره باز میشه که من الان فقط دارم دیواراشو میبینم. در ادامه ویدیو میخوام یک به یک ببرم سراغ این نشونه ها. هر نشونه طوریه که میگی وای این منم، یا ای که میگی خوبه که اینو قبل از دیر شدن فهمیدم.
تا حالا اون لحظه رو داشتی که زیر لب بگی زندگیم داره از هم میپاشه؟ نه یکی، نه دوتا، همه چی با هم قاطی میشه. انگار یکی نشسته اون بالا داره یک به یک ستونهایی که بهشون تکیه دادی رو در میاره. آدم تو این وضعیت معمولا دوتا فکر میکنه، یا اینکه خدا قهرش گرفته یا اینکه بدشانسی چسبیده بهش. اما یه چیز دیگه هم هست، یه احتمال سوم که آدم‌هایی مثل وین دایر و مورفی سالها روش دست گذاشتن. گاهی وقتا اولین نشونه‌ای که خدا داره راهو برات باز میکنه اینه که راه قبلیت رو میبنده، اما نه آروم، بلکه خیلی محکم و واضح و بدون تعارف. بیشتر آدما همینجا قفل میشن، میگن چرا الان، چرا من؟ اما اگه دقیق تر نگاه کنی خیلی وقتا قبل از اینکه خراب بشه درون خودت یک چیزایی شروع شده بوده. اون حس خفگی و اون آهای بی دلیل، اون جمله های تکراری توی سرت. واقعا قراره تا آخر عمرم همین باشم؟ گاهی خراب شدن بیرون جواب همون سوالات بی صدای درونته. تو جرئت نکردی تصمیم بگیری و زندگی داره به جای تو تصمیم میگیره. این نشونه یک جور رحم سختگیرانه است، مثل مادری که میدونه بچهش باید از یک محیط سمی جدا بشه. بچه دوست نداره، جیغ میزنه، گریه میکنه، اما مادر ول نمیکنه. بیرون از این صحنه همه گریه رو میبینن و هیچ کس نمیدونه که چرا مادر اینقدر محکم بچه رو بغل کرده. نشونه بعدی جای خودش رو نشون میده که فکر میکنی همه چیز تکرار شده، اما دیگه حالا حوصله ندارم عوضش کنم. روزا مثل هم، آدما مثل هم، حرفا مثل هم، اما یک فرق ریز هست. قبلا همین تکرار رو تحمل میکردی، الان دیگه ازش عصبی میشی. همون جمع دوستایی که همیشه توش میخندیدی الان دیگه خسته شده و خالی برمیگردی. همون شغلی که قبلا میگفتی خوبه شکر، الان بعد از هر روز کاری یه خستگی بدون نام میاد سراغت. نه فقط خستگی جسم، بلکه خستگی حتی از خودت، از اینکه خودتو دوباره کشوندی توی روز کپی شده دیگه. این عصبانیت از خودت، این حس حیف شدن، خیلی وقتا نفرین نیست بلکه نشونه است. مثل آلارم موبایله، کارش این نیست که نازت کنه، کارش اینه که بیدارت کنه. آدمایی که یهو تغییر بزرگ میکنن معمولا قبلش یه دوره دارن که هر چه که قبلا تحمل میکردن دیگه به زور هم نمیتونن ادامه بدن. یه نشونه دیگه سکوتیه که بهت تحمیل میشه، سکوتی که انگار زندگی انتخابش میکنه. یه مدت آدمایی که همیشه کنارت بودن یا سرشون گرم میشه یا یه جوری ازت دور میشن، یا اینکه تو باهاشون حرف میزنی اما کسی انگار تو رو نمیفهمه. نه اینکه تو بدی یا اونها بد باشن، فقط یک فاصله نامرئی میفته وسط. ناخودآگاه بیشتر وقتا تنهایی. بعضی‌ها اینجا میترسن، فرار میکنن، به هر سمت و سوی پناه میبرن. شبکه‌های اجتماعی، جمع‌های بیفایده. اما اگر این سکوت رو تحمل کنی یه چیز دیگه رو میشنوی. یه روز میبینی وسط این تنهایی اجباری یه جرقه میزنه. اگه فلان کارو شروع کنم چی؟ اگه این بار به جای غر زدن یه قدم کوچیک بردارم چی؟ همین سوالا و جرقه ها و فکرای ریز خیلی وقتا جواب دعاهایی که سالها قبل کردی. تو دعا کردی خدایا کمکم کن، راه درست رو پیدا کنم. فکر میکردی کمک یعنی یه اتفاق واضح از بیرون، در حالی که خیلی وقتا کمک از درون اتفاق میفته. اگه همه اینها رو با هم نگاه کنی یه الگو میبینی، درها یکی یکی بسته شد. تو دیگه نمیتونی به زور تو راهی بمونی که مال تو نیست و شاید همین حالا یه گوشه ذهن زمزمه میکنه نکنه واقعا این همه به هم ریختگی نشونه است. بعضی وقتا خدا راه رو با یه نه ساده شروع میکنه از طرف خودت. یه روز میبینی جلوی چیزی که همیشه بهش باشه میگفتی یه دفعه از دهنت میپره بیرون که نه، دلم نمیخواد. سالها به هر درخواستی بله گفتی، به هر ظلمی گفتی اشکال نداره میگذره، به هر بی احترامی گفتی حالا چیزی نگم بهتره. اما یه جایی یه روز بدون اینکه تصمیم گرفته باشی میبینی یک نه قاطع از درونت میاد بیرون. اینجا یکی از ظریف‌ترین نشونه هاست وقتی خدا میخواد راه جدید رو برات باز کنه. اول کمک میکنه چیزهایی که بهت ضرر میزنن و پس بزنی. جمله ای از وین دایر هست که میگه وقتی تصمیم میگیری خودت رو دوست داشته باشی جهان شروع میکنه مثل کسی که ارزشمنده با تو رفتار کنه و تو شاید اولین بار متوجه میشی چقدر سالها با خودت مثل یک آدم بی‌ارزش رفتار کردی. نشونه بعدی آروم عوض شدن معیارهای توه. قبلا از هر کی میپرسیدن چی میخوای میگفت پول، موفقیت، آرامش، عشق.
الان نه اینکه همه چیز رو پیدا کرده باشی، اما حداقل میدونی چی رو نمیخوای. این شفاف شدن‌ها، همینا خودشون یک جور باز شدن راهه. جوزف مورفی میگه لحظه‌ای که ضمیر ناخودآگاهت بفهمه تو دیگه قبول نداری که قربانی هستی، شروع میکنه شرایط بیرون رو عوض کردن. یعنی که شاید هنوز تغییر بزرگی در ظاهر نیومده، اما توی سرت یه تصویر دیگه داره شکل میگیره. خودت رو در سطح بالاتر میبینی، رفتارت کم کم تغییر میکنه. اینجاست که یکی بدون منفعت بهت کمک میکنه، یکی بدون اینکه لازم باشه نقش بازی کنی تو رو همون جوری که هستی قبول میکنه. گادارد یه جمله داره که خیلی ساده است. تو چیزی رو جذب نمی‌کنی که آرزو داری، چیزی رو جذب می‌کنی که درباره خودت باور کردی. یه نشونه قشنگ دیگه اینه که هدیه‌ها ظاهرشون شبیه هدیه نیست. مثلا به جای اینکه یه دفعه پول از آسمون بیفته، یه نفر بهت یه مهارت یاد میده. اینجا دقیقاً همون جاییه که خیلی‌ها جا میزنن، چون نشونه‌ها شبیه مسئولیت میان، نه شبیه آسایش فوری. وندایر میگه خدا آرزوها رو با راحتی زیادتر شروع نمی‌کنه، با رشد بیشتر شروع میکنه. از این به بعد سوالاتت از خودت عوض میشه. همین تغییر مدل سالها خودش یک نشونه است. همه چی ظاهرا مثل قبل به هم ریخته است، اما یک روز وسط شلوغی، وسط سختی، یهو چند دقیقه آرامش عجیب میاد سراغت. چوبرا اینو خیلی قشنگ توضیح میده. میگه وقتی درونت به منبع نزدیک میشه، قبل از اینکه بیرون چیزی عوض بشه، یه جور آرامش بی‌دلیل سراغت میاد. بروس لیپتون توی کتاب زیستشناسی باورها چیزی میگه که وقتی بفهمی زندگی تو تقسیم میکنی به قبل و بعدش. محیطی که با تو هماهنگ نباشه، هر قدر هم نگرش داری تو رو بیمار میکنه. این جمله وقتی واقعی میشه که یه روز بی هیچ دلیل خاص از آدمایی که همیشه انرژی منفی دارن خسته میشی. جوزف مورفی یه جمله داره که سالهاست واقعی بودنش ثابت شده. خداوند فرصت‌ها رو به صورت خیال میاره، نه به صورت اجبار. ترجمهش چیه؟ راه جدید با آینده واضح و قطعی نمیاد، با یه حس مبهم میاد که حس امکان رو میده. نشونه عجیب دیگه تغییر اولویت هاست. اکارت توله با یه جمله واقعی توی کتاب قدرت حال این مرحله رو توضیح داده. وقتی سکوت تو رو پیدا میکنه، اتفاقی نمیافته، تو شروع میکنی به دیدن اون چه که همیشه بوده. اینجا اتفاقات بیرونی هنوز مثل قبله، اما برداشت تو عوض شده. قبلا فقط شلوغی میدیدی، الان توی لحظه‌های کوچیک نشونه میبینی. اما مهمترین نشونه‌ای که خیلی ها نادیده میگیرن اینه: توی این مرحله زخمای قدیمی دوباره ظاهر میشه، نه واسه اینکه آزارت بده، برای اینکه تمام بشه. مثلا یه آدم قدیمی بهت پیام میده، یه مشکل قدیمی دوباره پیش میاد، یه احساس حل نشده خودش رو نشون میده. و این دایر میگه هر چیزی که دوباره ظاهر میشه برای تموم شدن برگشته، نه برای شروع دوباره. وقتی فهمیدی خدا داره راهو باز میکنه، چطوری باید قدم اولو برداری بی این که خراب کنی؟ قبلتر هر وقت که اوضاع به هم میریخت، یا خودت رو مقصر میکردی یا کل داستان رو میذاشتی پای تقدیر و بدشانسی. اما این دفعه یه فرق ریز هست. وسط همون قاطی پاتی ها یه سوال میاد توی ذهنت: واقعا تاش چی از من میخواد؟ این همون جاییه که خیلی ها قید خدا، قید خودشون، قید دنیا رو میزنن. اما یک عده به جای قهر کردن یه کار دیگه میکنن. به جای اینکه بپرسن چرا اینجوری شد، میپرسن حالا با این چیزهایی که اتفاق افتاده من باید چه کار کنم؟ به قول وندایر، وقتی از چرا میرسی به حالا چی، یعنی شروع کردی با خدا همجهت راه رفتن و نه روبروش. همجهت بودن یعنی به جای اینکه فقط بشینی و دنبال نشونه بگردی، به نشونه هایی که دیدی جواب میدی. خدا که نمیاد برات فرم پر کنه، با زندگیت حرف میزنه، با آدمایی که رفتن، با موقعیت هایی که تموم شدن. حالا نوبت توئه که جواب بدی. جواب دادن یعنی بلند شی و یه تغییر واقعی هر چند کوچک توی مسیرت ایجاد کنی. تا وقتی در امن‌ترین نقطه قدیمیت وایستادی، آینده جدیدی بهت بدهکار نیست. اگه تا اینجا موندی، معلومه حرفایی که اینجا بود یه گوشه از ذهن تو رو روشن کرد. قبل اینکه بری، دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگوله رو فعال کن، چون قرار ویدیوهایی بیاد که دقیقاً ادامه این مسیره و حیف از دستشون بدی. اگه احساس کردی حتی یک جمله این
این ویدیو به کارت اومد و حالتو بهتر کرد، همین الان لایکش کن. همین یه دونه لایک کمک میکنه این محتوا به کسانی برسه که واقعا احتیاج دارن. تو کامنت ها یه چیزی رو بنویس: من یک قدم کوچیک برمیدارم. و اگه کسی رو میشناسی که مدت هاست گیر کرده، این ویدیو رو براش بفرست. شاید همین کارتو راهی رو که مدت ها بسته بود باز کنه. مرسی که اینجا بودی. تا ویدیوی بعد مثل همیشه در نور عشق الهی